فقیر از سروانمند میپرسد کجا تشریف داری؟ سروانمند میگوید قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم. تو کجا تشریف داری؟ فقیر میگوید من قدم میزنم که تا رزق پیدا کنم. آنان که شراب خورند میگذرد، صد سیخ و کباب خورند میگذرد. بیچاره فقیر که نیمی نان دارد، ترک کرده ز آب میخورد میگذرد. برادرای اهل اسلام، در این ماه مبارک دیگران را فراموش نکنیم. این ماه غمخواری و خیر و سخاوت است دوستان. انسان هایی هستند که نان خوردنی ندارند. در این ماه مبارک حد امکان سهم خود را بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زندگی انسان را به کجاهای نمیبرد و با کیها و چیهای روبرو نمیکند. لیکن به همه این پستی و بلندی هایش باز هم شکر برآمد ای خدا. به موارد گفته است که زندگی گه درس آدابت دهد، زندگی گه شربت نابت دهد، زندگی گه میکند روزت سیاه، زندگی شبهای بیخوابت دهد، زندگی گه افکند در چاه غم، زندگی گه میدهد فضل و کرم، زندگی گه مرد را نامرد کند، زندگی گه میدهد جبر و ستم. زندگی با دست خود روز مرا بی خبر در آغوش خاک میکند. چه خوش گفته های. آخر جای پوشیده‌اش نیست که پیش و پس ما میدویم اندر جهانی مکر و فن. من ز پشت زندگی ما، اجل از پشت من. خداوند آخری کار را آسان گرداند. السلام علیکم.